طوری که ما قید کردیم این مسئله معین کردن صحیح کردن اموری سندهای اموری که پیشنهاد کرده می شوند حجت اموری که پیشنهاد امور پیشنهاد کرده می شود برای به حسابگیری و به نقشه‌گیری درستی فعالیت اقتصادی دولت و پیشنهاد است که شخصان حقوقی برای درست پیشنهاد نکردن ثبوت اموری و ناصحیح پیشنهاد کردن سر وقت پیشنهاد نکردن از 50 تا 100 نشان دهنده برای صفو جریمه بندی کرده شود. تو چه قید کردیم تو امروز شخصان حقوقی چنین مسئولیت رو نداشتن. مقصد از این است. یعنی چنین حالت هم بودن که ناصحیح پیشنهاد میکنن و نتیجهش هم چی میتونست باشد؟ البته این حالت ها بودن عملیه رو تحلیل کردگی است محکمات امور جمهوری و ما این تکلیف رو بیوسته با محکمات اموری یک جای بررسی کرده بودیم و این در اساس تحلیل های این ساختارها ما این تکلیف رو پیشنهاد کرده بودیم.